از 15 تیر ماه تا 15 مرداد ماه چه سریال های کره‌ای داریم؟ تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. 이 남자 15년간 그토록 잊고 싶었던 고통을 드디어 지워냈다. 내가 기억하니까. 뭐 하고 싶은 거 있어요? 하고 싶은 거 다 해줄게요. 셋하면 눈 뜨는 거예요. سریال کره‌ای پاک‌کن خاطره بد. این سریال که ژانرش کمدی عاشقانه و درام هست 16 قسمت داره و قراره که از جمعه 12 مرداد ماه منتشر بشه. داستانش درباره یه پسریه که با استفاده از یه پاک‌کن خاطرات بد دوباره اعتماد به نفسش رو به دست میاره. 내가 뻐근할 만큼 뛰어. 우연? سریال کره‌ای آغوش سرندیپیتی. این سریال که ژانرش کمدی عاشقانه و جوانی هست 8 قسمت داره و قراره که جایگزین بازیکن فصل دوم باشه. این سریال از دوشنبه 1 مرداد ماه منتشر میشه. داستانش درباره کیم سوهیونه که به عنوان مدیر تولید توی بخش انیمیشن کار میکنه. به خاطر تجربه ناخوشایندی که توی گذشته از عشق تجربه کرده میترسه که عاشق بشه. یه روز خیلی تصادفی عشق اولش رو برای اولین بار بعد از 10 سال میبینه و شعله‌های عشق روشن میشه. 괴물하는 여러분을 한층 더 나아가게 해줄 و اما سریال مورد انتظار همه ما، خانه امن فصل سوم، فصل آخر. این سریال که ژانرش اکشن، ترسناک، درام و علمی تخیلی هست 8 قسمت داره و از جمعه 29 تیر ماه منتشر میشه. توی فصل سوم دنیای هیولاها به پایان میرسه و بشریت جدیدی شروع میشه، جایی که انسان‌ها ناامیدانه برای زنده موندن باید تلاش کنن و با انتخاب‌های دشواری روبرو میشن. سریال کره‌ای تاروت. این سریال که 7 قسمت داره قراره که از 25 تیر ماه منتشر بشه. داستان تاروت به عنوان مجموعه‌ای متشکل از 7 قسمت ترسناک و معماییه که میتونه بخشی از زندگی روزمره هر کسی باشه. داستان زمانی شروع میشه که شخصیت‌های اصلی هر کدومشون کارت‌های تاروت متفاوتی رو دریافت میکنن و بعد شاهد سرنوشت نفرین شدهشون توسط این کارت‌ها هستن. سریال کره‌ای هیچ راه فراری نیست. این سریال که 8 قسمت داره قراره که از 10 مرداد ماه منتشر بشه. داستان این سریال درباره یه جنایتکار بی سابقه است که بعد از 13 سال از زندان آزاد میشه. حالا جایزه عمومی براش میذارن که هر کسی که بتونه این قاتل رو بکشه 20 میلیارد وون جایزه میگیره. این وسط یه کاراگاهی هستش که باید از قاتل در برابر مردم و اون کسایی که میخوان این قاتل رو بکشن محافظت کنه. 이혼 사건은 저만큼 해본 사람 없습니다. 그분 내공 장난 아니라니까. سریال کره‌ای پارتنر خوب. این سریال که ژانرش کمدی، حقوقی، زندگی و درام هست 16 قسمت داره و از جمعه 22 تیر ماه منتشر میشه. داستان این سریال درباره یه وکیل کهنه‌کاره توی زمینه طلاق کار میکنه. اون همینطور که در روی پرونده‌های طلاق کار میکنه با بحران طلاق احتمالی توی زندگی خودش روبرو میشه. اون تو دفترش با یه وکیل تازه‌کار به اسم هانیوری کار میکنه. هانیوری کسیه که بی‌عدالتی رو به هیچ عنوان تحمل نمیکنه، در حالی که نقش اصلی داستان ما فقط منافع شرکت و مشتریاش براش خیلی اهمیت داره. خب دوستان، اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد چنل رو حتما سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و ویدیو رو لایک کنید تا این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه و با این کار از ما حمایت میکنید. تا یک ویدیوی دیگه و معرفی جذاب‌ترین سریال‌های آسیایی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.